من فقط دوست داشتم میدونم که حالتون خوب باشه. به چنل دکستر خوش اومدید. من الدرم، اکانت منه، همه چی منه. ولی چون که این بچه سوراخ کونه و مایک نمیاره من جاش حرف میزنم. امیدوارم که حالتون خوب باشه. آقا امروز اومدیم سراغ فیز 3 این مود 40. بابا تموم شد. به خدا روانی شدم، به خدا یوتیوبر هم دارن روانی میشن. اصلا چند تا میمد بچه ها دیدم پشمام ریخته. اصلا همچین واکنشی بعید بوده. روانی کردن ما رو. آقا میخوایم بریم با این دلغک تک به تک بزنیم. 5 تا مچ میزنیم، هر کی بیشتر برد برنده این مود کسچر. اصلا برام اهمیت نداره. با همین ترکیبی که تو ویدیو خودم بهتون نشونش دادم. این خیلی چقدر صدا داد. خیلی بالا. من اینو خاموش نکردم. خب تو ویدیو خودش انقدر براش مهم نیست. جواب صدا میاد؟ بگم صدا درسته؟ صدا آره درسته. صدا درسته. خب بریم سراغش. کونده پتی جواب بده. لای خیلی خوب، بریم کونمونه اینو بدنیم یه خورده بخندیم. آقا ویدیوی منو حتما بشینید ببینید. شروع کردم یک بازیاشو. ویدیوی منو حتما ببینید. این کارت خداییش خیلی گناهه. اینو ببینید فقط چیکار میکنه بچه‌ها. نکنید. خیلی باحاله پسر. خیلی خوب. اینجا این مگانایت این سودش کوجی. خب یه ترکیب شبیه ترکیب دلغکیانه خودش چینده، یعنی مگابیت. کنونی ازت بدارم. نه زمونا مرسی. تانکس معکوس بزنش. معکوس. خیلی خوب. این تریپل چیزه. من اینو برمی دارم. این خیلی اذیتش کنه. این خیلی قرار فشارش کنه. اینجا چه میریم؟ برو بگا. شد دمیجی زدیم پسر. خب اینجا دستمون مگانایت باشه چون این خیلی دلغکه. همون فنجون تا آخر این ویدیو میکنم تو کونت. اصلا نگران این نباش. خب گارینگ خب اینجا یه اینفرنو تاور حتما بغل کینگ تاور رو بکارید. خیلی خوب، بریم کنونه این بذاریم خورده بچه های چنل دکستر هم حال کنن دیگه. همش نمیشه این دلغک بیاد دوتا نوبو بزنه ببره. سینه زن اعظم رو گرفتم. چکیت میکنم به مولا. حالا وایسا دلغک، اگه چکیت نکردم. مرسی آرچر. پشمام تو بیا این ور. یه دفاع ترتمیز بچه میکنم اینجا رو وقتی با چیزی رو ولی اشکال نداره. این همه رو جبران کرد. وای Unlimited power اوزیونا عملفا کمونه دریده است. زشت شد میدرمت. بچه این خیلی ابیلیتی کسچره. این پایینه رو برمیدارم من. برو سری کنونه این بذارم. بوی تو چنل خودم منو بردی تو چنل خودت میزنمت. گل پسر بودو بیرون. خب منو تو چنل خودم میبری دلغک. زجه زدنای دکستر سی آر بچه تو چنل خودش. ای تی ام گنگه. وای
این چی بود من گفتم بچه من پوزش میتنم به خاطر این زری که زدم واقعا. ای خودم بطل نرم. خب بچه اولا به همین سادگی و خوشمزگی کردیمش. بریم سراغ مچه بعدی. این میخواد دوباره ترکیب عوض کنه. اینقدر که این دلغه که میخواد ترکیب عوض کنه الان. وای بچه ها وای رادمه داداش. آها مرسی. تانکس واقعا. من اینو قطعا برمیدارم چون که این زمینی زن زیاد داره. این بپره پریده دیگه تمومه واقعا. دلغه که مگانایت پلیر. چرا اینجوریه؟ اوکی میگیرم اسکل ها میمیرم. خوش شویل. ای عوضی برداشت زد آورده بچه ها. برداشت زد آورده. نگاه کن تو رو قرآن. برداشت زد ترکیب آورده. این کونی و این دلغک ها هستن تا میبازن سریع رنگ عوض میکنن. این دلغک ها. من که تو رو دفاع میکنم تا حدودی ولی بدون تو خیلی دلغکی. حاجی بد شد که با دلغک. خب این چیه بابا؟ رنجی میخوام چیکار؟ همین انو برمیدارید دیگه. همین رنجه رو برمیدارم. خیلی خوب. اینجا حاجی زد ترکوند ما رو پسر. وای خیلی خوب. اسکشن و اسکیل ان ما بر رویال بایی بده دیگه بستته. اسکشت بیخوایه کون نشو. فشاری میکرد خیلی فشاری میکرد. وای این فایر والا تکه است. وای فایر والا تکه است. بابا یکی اینو بگیره. وای آجی این شاید بتونه کار در نه. آجی این اختار ویزارد میاری نه؟ ویزارد میاری؟ دارم برات. اینجا اسکلتون آرمیه خوشمنزمونو میریزیم. پشماش ریخته. ای دهنت سرویس بابا. گود گیم بابا گود گیم. خداییش نامردی زد. اگه قبول داری بنویس آره کامنت. خیلی خوب. بیا بزن دیگه. شون نشون. یا بزن دیگه. وقت تایم داره ویدیو رو میگی بچه کونی. ولی که اینجوری کرده من بازی میکنم. حاجی این چرا اینجوری شد؟ حاجی این چرا کینگ اسکلتون اسپان کرد؟ این چیه؟ بابا میشه بابا این چی بود؟ ببین کونی ازت پاره کنم دکسه. یه کونی ازت پاره کنم. ترکیب عوض میکنی ها. دارم برات خوبم. دارم برات بچه ما اینجا میایم اینو برمیداریم. این اسکلت آرمی به درد نمیخوره. میای اینجا شما یه فایربال برمیداری با یه اسکلتون برل. خب ماسکو میکشی بیرون. مادر ویچ میاری. شلوارتو در میارم. جای اینم یه زپ میاریم و میریم وسط این برادر. ببین لنگاتو دادم بالا. زد میچینی ها. زد میچینی. این بومبر داره خیلی خوبه. به هیچ دهنت سرویسه. میرید شبیه ترکیبت میشینی میای. دارم برات.
اصلا نگران نباش. شبیه ترکیب آی 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 از این چی بود؟ این چی بود؟ اینجا دوتا میشه این دوتا داره پس میده بابا. اینجا دوتا پس ندی؟ این چیه؟ انی مگه؟ قول امید میگه انه مگه؟ بچه اینجا فایروال خیلی به کارمون میاد. اینجا فایروال شولوار اینو در میاره. دابل هوگو ما برمیداریم اینجا. دابل هوگو سری برمیداریم. از این میدی فایرایی که به اون میده خیلی خوبه. از این میدی فایرایی که به اون میده مثلا عالی ترین میدی فایره واسه اونه. دلغک واسه من دابل میاری ها دلغک. حالا بخورش. مایی اسکریت ماره. اونو دفع کن بینم. حلشت دفع کن خوبه. خواهد این درد داره خورده. دفع کردم. باید مگانایت برم. یه دونه مگانایت اینجا برم. چقدر ترکیبای خیلی عوضی. این آشال ترین آدمی که عمرم دیدم این آدمه. بابا تموم شد دیگه. کارس دیفت من این برمیدم چی یه اتک بریم اینجا. دلغکه که هیچ کاریش نمیشه کرد. فایربال برس. تانکس مگه به تو اینجا تاور دادم. حالا بشین تو تاور بگیم. ایسا بگم دارم برای چهار. بجی سطح زپو داشتی؟ یا نداشتی؟ یا حسین سینه زن مکرمه اومد. یا علی یا موسی بن جعفر. اتنگ دهنت سرویسه. جانت اسکلتون هم خوب بود ولی خب نیستم. دارم برای دلغک. دوباره ایویز. جمعش کن دیگه دلغک. ایوای وای گرفت آخرین لحظه. اشغال عوضی. به اونم داد حاجی. به اونم داد. چین لایتنینگو به اونم داد. خب باختیم بچه ها. باختیم. این خیلی دلغکی حاجی. این اصلا ترکیبای حاجی. این ترکیبا رو از کجا میاری تو؟ وایسا یه چیزایی داره به ذهنم میخوره. دهن اینو سرویس میکنه. دهنت سرویس سب کن. خب بچه ها من میخوام یه حرکتی بزنم. شاید براتون خیلی عجیب باشه ولی گالمو حیف حذف کردن. این یعنی اگه گالم بود این باید بازی رو میذاش کنار کلا. اصلا نباید جان من بازی میکرد. متاسفانه گالم نیست. پریم درمره. وایسا خب دفاع رو قوی کنم. جای این نایت بیارم. خب دفاعی رو قوی کنم. نایت بیارم. دفاع رو قوی کنم اینجا. خب آقا از 5 شما 3 تاشو زدیم. 2 تاشو دکسر برده. یه دونش اومد. بریم ببینیم که چه میشه.
پارتی لایف شوتر پایرن نمیدونم این چیه، هر چی سعی کردم زور بزنم بفهمم چیه نفهمیدم. خب این ننویچه دلغک رو برداشته داره. آجی این چیه؟ او ماجیک آرچر است. یه فاروال میزنم. خب یعنی باید چه غلطی بکنیم جلوی این دلغک. رنج یعنی لایتینگ اوه این به اون توپایی که دم اچ پی هیت پوینت زیاد دارن فکر کنم لایتینگ میزنم. هیت پوینت زیاد دارن فکر کنم لایتینگ میزنم. ها همین دیگه. پشمام همون بود. خب من فعلا اینجا تو لاک خودمون هستیم. اتفاقی من نمیتونه رد شه بچه، مگر اینکه من این احمقا بازی کنم. اتفاقی من فعلا نمیتونه رد شه. بهتون قول نمیدم بتونم جانم ای جانم سینه زن کبیره اومد. سینه زن کبیره اومد. ببین این آدم چقدر دلغکه. آجی جفته بود سینه زنی. ای چقدر دلغکی. اینجا ما میریم چیزو یه فایربال جمع. این سری ایویز بخوای مگانایت بریم مگانایت رو رفتم مثلا فکرش هم نکن داداش. او اسپام مگانایت. نه استانتک قطعا استانتک. بچه مگانایت داریم دیگه. چرا مگانایت میخوام؟ چقدر این بده. بمیر. مرسی. استانتک رو بر اینجا میکنیم اینجا استانتک رو تموم میشه کارته. حالا اینجا مگانایت. بله چرا منطقی. آجی چیه این؟ ای چرا نیمد سمتون؟ دهنت سرویس. آجی این تو این مود خیلی دلغکی هست نمیشه گرفتش. خب الان 3-1 دکستره. این یکی اون یادت بذارم. خب نه وایسا ترکیب و نگاه جون مادرت چیه این؟ من چرا حاجی چیزی نمیاره ویزارد نمیارم اون چرا میاره حاجی هر دفعه میخواد حاجی الیت برابر بذار وایسا یه الیت برابر بیارم. ویزارد کو ویزارد رو بیارم اینجا. ایکسپو رو بیار بیرون. اینجا رونین رو بیار بیرون. نمیدونم چی بیارم آجی اذیت بشه کونش بذارم. به نظرم بچه اینجا آی آخ بگردم برات بچه جلد تورنیدو رو که دیدی دهنش سرویسه بچه دهنش سرویسه.
100% هیت پوینت رو خوردم تو کجا مخبره. خیلی یه فایر زب میزنم آجی. بای فایر زب نمیفته انتریه. ایوه مرسی فرام نزدش. ایوه گوشی اتازم افتاد باشم. کستاسی تو کجا؟ خب این بر سریع یه لیت بابا. عشق تو آوردم. به به. نه این کنگوشه داره برم. نه بذار همین کنگوشه داره برم. واسه دفاع این باید جلو این حواسم باشه چون بد میزنم. خب اونوار کندیم بچه. به به. چه ترکیبی چینو چقدر حال میکنم. مرسی تانکس. اون چسبید آجی. اون به چسبید آجی زدنش با خود. اوه دلقک های خیلی دلقک رو فرستاد. اوه نخورد به اون. 2 ساعت داره اونو میزنه آجی. چرا خوبه اینجا سرش یه الیت بابر که فقط تویی. شولوار. او این بهترین چیزیه که تو عمرتون میتونید ببینید بچه ها. این خیلی خوبه. بزن یه خورده جلاد بزن. مرسی جلاد. حالا اینجا رو اینجا بیزا دیسی که چیز کنیده میشه دیسی که اونم کنیده میشه. تمام و بس لعنتی. دوباره عشقمو میفرستم با الیت برابر. هرچی بزنه اینجا تورنیدو میشه. تخ جیجیه دو فقط جیجیه اصلا جیجی نیست. دیگه چیزا انداختم. من همینو برمیدارم. نمیخوام چیزم بره. اون نایت کنگو شدم که نمیمیره. نمیخوام بره. بیم لازم شدم. اینجا نایت کنگو شده میریم. اینجا با یه خیلی حرکت ناب جمع میکنه داستانو. از اونورم یه اتر عشقای دلم رو میرم. اوه شیت حواسم نبود اینو آورده آجی. شیت اینو مادر 10 ثانیه لبون بیا. تخ حواسم نبود تخی بود. خب 3-2 ایم. دستم اومد وقت چی کار کنم دکستر. دستم اومد یه بلایی سرت بیارم. خدا برسم به دادت. یه بلایی سرت بیارم. خدا برسم به دادت. خدا برسم. خب این بچه اگر ببرم بازی ادامه پیدا میکنه. اگه ببازم دیگه تمومه. رفتم کی بباز کرد. تا میوازه حتی خاله خوب خودم 2-0 عوض کردم. اگه از اون دفعه اول عوض نمیشد اون موقع منطقی میشد که منم عوض نکنم. این نمیدونم چیه. ایوه منم نمیدونم چیه ولی انداختم. رنج میزنه. رنج گوش زیاده. فایر آورد کنگشه. ای بابا اکسر نگانهایی برو همون ببینه. این فرتاور آورده. این فرتاور آوردی دلغک.
عجب عجب خیلی دلغکی. 3 لول کم میکنه. ای بلاجی این بچه ها شاید فکر کن مثلا این به درد نمیخوره ولی خیلی به درد میخوره بچه ها. چون این پاره میشه بخواد چیز کنه دهنش گاییده است. ماده بیچ اینجا مجلوش این زپو میزنی؟ ای خدا چه حال میده. کجا میگه اینجا؟ سیکتی وقتی این فتاوه رو گوشی تو دفاع که الیت برای من نرسه. خب تو رو اسپل کش میکنم مشتی بیا. همینجا مف نمیذارم بزنی یه خورده زده ولی بیشتر از این نمیذارم. خب این بیرونی خب قطعا بالای انتخاب کنم چون که این زپه رو خیلی نیاز دارم. خیلی اینجا اذیتش میتونه بکنه حاجی خیلی میتونه اذیتش کنه. خب این آبی این چیزه چیه؟ نمیدونم چیه. بزنم چی میندازه واسه دفاعش؟ اوه این انو انداخته. وای 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 این حتما ما نیاز داریم اینجا یه دونه بزن. مرسی یکی دیگه مرسی یکی دیگه مرسی. اینجا برسه یه دوزن. ای بابا فایبال اتک بوم. ببین تمومی پسر جون تمومی پسر جون. سی خب اینجا دارم برات. خیلی خبریه؟ نه خیلی خبریه میدونم. خب بیا من میدونم سیکتیر. یکی بزن بچه اینو میتونم بزنم مثلا این من چه میتونم بزنم سیک خوبه نگاه نک میره اینقدر درده ببین هر چقدر بگم یادم دلقی بیانم. کیری خرتو بنداز خوبه منم میدونم. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. پریو من انتخاب. این پریه اذیتش میکنه بچه. این پریه اذیتش میکنه. آجی رفته اینفرنو تاور آورده. چقدر یه پلیر میتونه دلغک باشه آخه. آجی این چرا داره میزنه هنوز؟ آره بهش میگم دلغک. حاجی این چرا چقدر دلغکی دکستر چقدر دلغکی تو. نزن چی دارم بازی میکنم من نمیدونم ولی خب همیشه امید هست. هیچ وقت امید نیست بچه. خداییش خیلی تو این مپ خیلی تو این گیم اصلا کلا از این مود بدم میاد. اوی خدایا وای چقدر حال داد خودش به خودم چه خیلی حال داد گیم. با این بچه این جالا بیشوخی بدون فشار اگه بخواید فشار نخورید تو این مود این واسه فان خیلی خوبه. رفقا دمتون گرم که این ویدیو رو دیدید. بچه چنل دکستر رو حتما حمایت کنید. چنل من که حالا مهم نیست زیاد، حالا چنل خودش خیلی مهمتره. خیلی عشقید رفقا. اگر هم دوست داشتید بیاید منو ببینید اسمم اونجا هست یه سرچ بزنید تو یوتیوب براتون میاره. خیلی عشقید خیلی ممنون تا اینجا که اگه تا اینجا ویدیو نمی‌دید یه لایک بزن. تو کامنت ها بنویسید دکستر اند
elder is love. همینو بزن، همینو بنویس. خیلی عشقی. فعلا خداحافظ.